ویدیو اومدم یه سروری بریم که شبیه به راز هستش، اونم توی ماینکرافت. پس بدون منطقه بریم بازی راست بازی هست در نوع بقا که خیلی جالب و باحاله. حالا توی ماینکرافت سرورش هست. حالا من این سرورش اومدم، 2-3 تا سرور دیگه است. خب آقا یه بیس یا همون خونه داریم که کلی لوت و اینا هست داخل صندوق، همون چست. حالا نت خوب نیست، اوکیه. حالا شبیه به راست هست، گاناش شبیه راسته، همون تفنگاش. نگاه نتو وایسی ببینم. اوه صدای گان میاد. خب یه دونه هانتینگ رایفل دارم. این تورته آرمورش فکر کنم. خب بریم جاهای این سرور رو بهتون نشون بدم. با اسلش اسپان زدن میریم توی لابی کامل خود همین سرور. این لابیش اینجوریه، همین شکلی. مثلا بازی بهمون کامل یاد میده مثلا اینجا رو. و این سمت که هست یه درافری داریم. این طرف میخوره به دراپر. حالا بهتون الان نشون میدم. درافرش همینجوری میرین. حالا من درافرم خوبه، فقط رکوردم لگ میشم. به این آسونی رو نمیتونم برم منطق. مرسی. بهتون کتاب میده که اسمش توکنه. باری که میبرید یه توکن میده. میرم یه بار ببینید. خب یه دونه آسون افتاد، الان میرمش براتون. خب اینو میده، این کتابه، اسمش هم دیر توکنه. حالا تو با این دیر توکن میتونیم اینجا این جور وسایل رو بخریم. اینا رو که این لوت باکسه، یعنی شانسی یه لوتی میده که 6 تا از این دیور توکن میخواد. و همینجور میریم یه دونه یه دونه میریم. رفتیم توی اسپان که اینجا میبره ما رو مثلا به یه جای شانسی اسپان میکنه. اینجا هم میبره اوتپوست یا همون جای سیف زون. بریم سیف زون. خب دوستان این طرف ها اسپانتون میکنه. خود زون همون سیف زون این طرفه، یه دیوار گنده هست و درش هم این بغله. نمیزنن این تورت ها، ما رو نمیزنن تا وقتی که ما بهشون اتک ندیم نمیزنن. اینجا شهره یا همون اوتپوست که از اینجا میتونین لوت به دست بیارین. خلبان بمرده. توی سیف زون میتونیم لوت های به دست بیاریم با کمک پارکور رفتنمون. حالا بهتون جاهاش هم نشون میدم کجا میشه پارکور رفت. یکی اون بالاه، که این لدرار میری بالا میری اونجا میرسی. یکی هم مرسی واسه اینجا برای لوت کردن. اینجا میان توی اینجا بنر شاپ، میرید طبقه آخر، این پول رز میکنید، میپرید این پایین، از اونجا میپرید این پایین،
از این طرف یه جامپ میزنید به اون طرف. این طرف یه خونه است که اینجا یه لوت باکس هست. همین بالا هم راه داره که از اینجا میریم بالا و یه لوت باکس دیگه هم اینجا هست. جای دیگه هم هست که برای لوت کردن هست. از اینجا میاید این لدرها رو میبینید، از اینجا میرین بالا. و یه لوت باکس دیگه هم اینجا هست. بارم هر چند دقیقه یه بارم 20 ثانیه تایمر میشه و لوت اسپان میکنه. آره حالا که برم ببینم چیه. هولی شیت. خب تا اینجا دیگه بسته. اگه میخواید پارت بعدو بذارم براتون حمایت کنید. مرسی. خداحافظ.